در اینجا یک ifade داشته است، یعنی n کوادرات بین 10 و 80 n عدد ناتورالی است و چند نمودار ناتورالی به همین ifade درست می‌بیاید. همون را باید یابیم، یعنی به این ifade کدامهاش درست می‌بیاید باید یابیم. پس سر کردن اول کوادرات رو به خاطر بیاریم، یعنی بیاین از یک سر کنیم تا 10 رو رویم. چی بود؟ یک کوادرات با یک برابر است، دو کوادرات با 4، 3 کوادرات با 9، 4 کوادرات 16، 5 کوادرات 25 تا چند رویم؟ 36 میشود. 7 کوادرات 49، 8 کوادرات 64 و 9 کوادرات 81. خیلی بیاین آخرون نشان نویسیم. 10 کوادرات به 100 برابر می شود. یعنی برای چی کوادرات رو نوشتم؟ نیا کنین ifade ما n کوادرات بین 10 و 80، یعنی از کجا باید سر کنم تا کجا باید دوام کنم. بیاین همون اینتروال رو نویسیم. نیا کنین من باید اینم از چی باید سر شود؟ یک سرش نمیتونن، این دو سرش نمیتونن، چونکی از 10 باید کلام باشه. یعنی از اینجا میبینیم در کوادرات 4 کوادرات از 10 کلام است، یعنی من از 4 باید سر کنم تا این کوادرات من 80 مایده است، یعنی 9 کوادرات که 81 است تا 9 کوادرات باید روم و در اینجا باید من همین رو حساب کنم. یعنی بین همین اینتروال چند دانه ناتورالی است. یعنی از 4 کوادرات سر میکنیم تا بالاتر 4 کوادرات، 5 کوادرات، 6 کوادرات، 7 کوادرات و 8 کوادرات. یعنی 1 2 3 4 5 عدد ناتورالی به این نوع برابری موافق می‌بیاید. یعنی 16 در بین 10 و 80، 25 در این بین هست، 25 36 49 و 64. این 5 عدد در همین بین که هست n کوادرات عددهای ناتورالی به اینجا درست می‌بیایند.